سعید وادی آب شده علی حرکتی تک به تک با محمد زمانی توی علی حرکتی واسه جلوی که ما یه بعد از سهله جا موندیم باز علی حرکتی گلزاری میکنه برای ما دقیقه 48 علی حرکتی هم حدود 20 متر تیم قاتل تک به تک شد با نوازوار تیم مقامت و سرمه علی حرکتی داماش رو یک بسته پیش میندازه داماش یک مقامت حاصل تو برگشت داده میشه باز هم زمین طرف رو ما میزنیم رسیده اونجا به میلاد پوستش شکر خود میلاد میاد رافوری رو سرمه میلاد دروازه حالا گل لوپو داماش بابت پیش میفته دمه سیبای میلاد پور سخته که حساب خواهدگاه نفت میکنه به نفت ما گل دوم داماش میلاد پوستش شکر تقریبا تمام بدکار مقامت بهتر داماشی ها بیرون از خانه بابا هشتیمه پایانی جاحت میخواییم رفت مالی دست نزن و میلاد پوستش شکر بازی کنی که بعد از علی حرکتی دیگه پوست که بهتر اومد و حالا